مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار ششم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیبی جمله علتهای ما، ای عشق خوش سودای ما. یعنی ای عشقی که موجودی هیجانات خوب و جذاب روحی میشوی و ای طبیبی همه دردها و امراض ما. همراه شادمان و بانشاد باش، همواره شادمان و بانشاد باش. اما نیکلسون معتقد است که سودا تقریباً مرادف فکر است. احوال و هیجانات روحی اگر از عشق سودی ناشی شود ناپسند و بد سواد است، ولی اگر احوال و هیجانات روحی از عشق حقیقت منبع شود پسندیده و خوش سوداست. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. ای عشق توی دوای خودبینی و خودنمایی ما، و ای عشق توی طبیب روحانی و جسمانی ما. عشق در اینجا و بسیاری از موردهای مثنوی کنایه از معشوق است. افلاطون حکیم معروف یونان باستان به سال 627 پیش از میلاد متولد شد و نزدیک به 80 سال زیست. و از مردم شهر آتون بود. او پزشک و عالم بود و به هیئت افلاک و علم خاص مشهور بود. وی را پیشوای حکیمان دانستند، چرا که راه وصول به حقیقت را تهذیب نفس و مکاشفه می‌دانست. از این رو در این بیت کنایه از طبیب روحانی است. اما جالینوس از مشهورترین اتباع یونان باستان پس از بقراط محسوب می‌شود. وی بس جهانگردی می‌کرد و بسیاری از شهرها را دید. او در سن 70 سالگی در طب و فلسفه علوم ریاضی به درجه کمال رسید و در 24 سالگی در این علوم به مقام اجتهاد نائل شد. جالینوس هنگامی ظهور کرد که صنعت طب دستاویز شده بود و محاسن آن از میان رفته بود. بدین جهت خود را مهیا کرد که از طب دفاع کند و آن را در محل مناسب خود گذارد. او عقیده ها و آرای بقراط و پیروانش را تایید و تحکیم کرد و کتاب بسیاری در این باب نگاشت و حقیقت‌های طب را آشکارا ساخت و عقیده طبی را تایید نمود. جالینوس در اینجا کنایه از طبیب جسمانی است. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. جسمی که از خاک است بر اثر عشق الهی بر اوج افلاک و آسمان ها رفت و کوه بر رقص و رفتار آمد. مصرع اول به موضوع معراج به معنی عام اشارت دارد، هرچند که معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم و عروج عیسی علیه السلام و ادریس علیه السلام را نیز شامل می شود. در بیت‌های پایان مثنوی به این موضوع خواهیم برگشت و نیز در آیه‌های 143 سوره اعراف و نیز به آیه 143 سوره اعراف رجوع شود. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خرم و موسی سایقا. ای عاشق، آن روحی که به کوه تور جان و حیات بخشید عشق بود. به برکت عشق بود که کوه تور مست شد و موسی علیه السلام از عظمت و محبت آن بیهوش بر زمین افتاد. با لبی دمساز خودگر جفتمی، همچون من گفتنی ها گفتمی. این بیت در جواب سؤال است. گویا کسی میپرسد یا حضرت مولانا این عشق چیست که از عظمت آن جسمای خاکی به معراج میروند و کوه تور به رقص میآید و موسی این نبی بیهوش بر زمین میافتد؟ اگر ممکن است اسرار آن عشق را برای ما بازگو کن. مولانا در جواب میگوید اگر بال بیارم که با زبان حال من دمساز است، قرین میشدم مانندی نی گفتنی ها بسیاری میگفتم و اسرار عشق را به شرح باز می گفتم، ولی دریغا که محرومی نمی یابم که راز عشق را بدو گویم، یا چنان در قبضه نای معشوق و تصرفات او هستم که از
خود اختیاری ندارم. به عنایتی او هیچ سرود و ندای از من بر نمی آید. هر کی او از همزبان شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. زیرا هر کس که از همزبانش جدا شود، اگر صد نوا و نغمه هم که داشته باشد، باز هم لال و بی زبان خواهد بود. یکی از آداب عارفان و اهل سلوک صمت یعنی خاموشی است. خاموشی بدون هوس، یکی خاموشی عامگان و دیگر خاموشی خاصگان. مراد از خاموشی عامگان این است که سالک مبتدا باید زبان خود را مواظبت کند و آن را کمتر به کار گیرد تا خطا و ضرر کمتر مرتکب شود. چرا که زبان همچون مرکب نافرمان است که اگر بستش ندارند توسنی کن، اگر بستش ندارند کمبودی کند و موجب زیان شود. و اما مراد از خاموشی خاصگان این است که عارفان کامل و سالکان مجاز نیستند که اسرار طریقت و حقیقت را به هر گوش بگویند مگر به قدری کافی برای درک این گونه سخنها. یعقوب شرقی میگوید اهل تصوف را سخنانی است که به هر زبان بیان آن نتوان کرد. ایشان به آن زبان خاص بیان اسرار حقیقت میکنند در میان همدیگر. هر کی واقف نیست پیش او سخن تصوف نتوان گفت. ابن عربی در اسرار خاموشی میگوید خاموشی مطلق در دست نیست، زیرا بنده مأمور است که ذکر خدا گوید، بلکه تنها این خاموشی در ظاهر اوست و نه در باطن وی. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. همین که فصل گل سپری شود و ایام گلستان بگذرد، دیگر از بلبل نغمه نخواهی شنید. این بیت نیز مانند بیت پیشین مضمون بیت 28 را تایید و تاکید میکند. یعقوب شرقی میگوید چون بلبل روی گل بیند 1000 داستان را نوای خود سازد و اما در خارستان زمستان بی نوا ماند. یعنی حکم الهی را به اهل آن توان گفت، اما پیش جاهلان از آن بیان نتوان کرد. حضرت امیر مؤمنان به کمیل گفت در دل من علوم بسیار است و کسی را نمیابم که به او بگویم. جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. هرچی هست معشوق است و عاشق پرده بیش نیست، و آن که زنده حقیقی است فقط معشوق است. مولانا بر این باور است که عاشق بدون معشوق کالبدی بی جان بیش نیست. پرده را اگر همان پرده معروف بگیریم که بر در می آویزند، مصرع اول جنبی تمثیلی خواهد یافت، بدین معنی که عاشق همچون پرده است که حرکت و جنبش آن از خود نیست بلکه از تصرفات معشوق است، چون که جنبش پرده نیز از باد است نه از خود. و اگر پرده را کنایه از حجاب هستی بشری و ظاهری عاشق بگیریم، منظور این است که وجود مفهوم بشری عاشق حجابی است که او را از حضرت معشوق جدا می کند. این وجه مناسب تر است. و اگر پرده را به معنی موسیقی آن بگیریم، شاید هرچند که خالی از وجه هم نیست. به هر حال غالب شاریان مثنوی این بیت را حمل بر وحدت وجود کردند. مصرع دوم مناسب است با مفاد آیه 18 سوره قصص. خداوند می‌فرماید همه چیز به نیستی رود جز ذات خداوند. و نیز مناسب است به آیه های 26 و 27 سوره الرحمن که خداوند فرموده است همه چیز به فنا رود و تنها ذات پروردگار که شکوهمند و بزرگوار است باقی است. چون نباشد عیش را پروای او چو مرغ ماند بی پروای او. این بیت از لحاظ مضمون مکمل و مؤید بیت پیشین است. معنی بیت اگر عشق به سوی عاشق توجه نکند، عاشق مانند پرده پرکنده است که وای به حالش. بعضی از شاریان در معنی بیت فوق نوشتند هر کس که پروای عشق نداشته باشد، این معنی همان طوری که استاد نیکلسون گفته است و تردید آمیز است. زیرا عشق حق از حق سرچشمه می گیرد و به لطف او الهام می شود. وقتی که خداوند با عاشقان خویش عنایت نداشته باشد، لطف خود را از آنان دریغ می دارد و در نتیجه نمی تواند در درجه کمال به پرواز درآید. پروای او جنس‌های مرکب است.
من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. اگر نور باطن حضرت معشوق در پیش و پس من نباشد، من چگونه میتوانم با آن عقل جزئی و ادراک محدود راه خود را بیابم و در آن سلوک کنم؟ با اتفاق مناسب است به آیه 12 سوره حدید. خداوند می‌فرماید روزی که مردان و زنان مؤمن را بینی که نورشان در پیشاپیش و سمت راستشان می‌رود، نیز اشاراتی است به آیه 8 سوره تحریم. منظوری به سرچشمه جمع معرفت روحانی و ادراک معنوی آدمی نور باطن حضرت حق. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. غماز سخنچین اشاره کننده به چشم و طعنه زننده، در این منظور آشکار کننده و نشان دهنده است. عشق ایجاب می کند که معنا و اسرار به ظهور می رسد، زیرا چگونه ممکن است که آینه سیخل اشاره را در خود منعکس نکند؟ اگر عشق در جان آدمی شرر زند، آثار آن در افعال و احوال او نمایان گردد. همین طور در آیه عشق نیز احوال عاشق آشکارا شود. پس عشق کشاف ضمیر است. آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میدانی که چرا آیه دل و روحت اسرار و حقیقت‌های معنوی را نشان نمی‌دهد؟ به خاطر این است که زنگار هوا و هوس را از روی آن پاک نکرده. منظور این است که چون دل صاف و روشن شود، اسرار عرفانی و حقیقت‌های ربانی در آن جلوه می‌کند. مادامی که شخص دل از زنگار نپردازد، حقیقت ربانی در آن نقش نمی‌یابد. پایان نینامه مثنوی معنوی. حکایه عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و خریدن پادشاه کنیزک را. خلاصه داستان: پادشاه به قصد شکار همراه خدمتگارانش به بیرون شهر رفت. در میانه راه کنیزک زیبایی را دید و دل بدو باخت و بران شد که او را به دست آرد و همراه خود برد. او با دارایی مالی فراوان بر این مهم یار است، اما دل نپایید که کنیزک بیمار شد و شاه طبیبان حاذق را از هر سوی نزد خود فراخواند تا کنیزک را درمان کنند. طبیبان هر کدام مدعا شدند که با دانش و فن خود او را دوا بخشند. از این رو مشیت قاهر الهی را که فوق الاسباب است نادیده انگاشتند. به همین رو هر چی تلاش کردند حال بیمار بهتر نشد. وقتی که شاه از همه و اسباب طبیعی ناامید شد، به درگاه الهی روی آورد و از صمیم دل دست نیاییش افراشت. در گرم و گرمی دعا و تضرع بود که خوابش برد و در اثنای خواب پیری روشن ضمیر بدو گفت: طبیبی حاذق فردا نزد تو می آید. فردای آن شب شاه طبیب موعود را یافت و او را بر بالین کنیزک برد. او معاینه را آغاز کرد و به فراست دریافت که علت بیماری کنیزک عامل جسمانی نیست، بلکه او بیماری عشق است. بله، آن کنیزک عاشق مرد زرگر بود که در سمرقند مأوا داشت. شاه طبق توصیه آن طبیب روحانی ایده را به سمرقند فرستاد تا او را به دربار شاه آورند و چون زرگر را نزد شاه آوردند، شاه طبع دستور طبیب وی را با کنیزک تزویج کرد و آن دو 6 ماه در کنار هم به خوشی میزیستند. ولی پس از چند مدت طبیب به اشاره خداوند
زهری قتال به زرگر داد که بر اثر آن زیبایی و جذابیت او رو به کاهش نهاد و رفته رفته از چشم کنیزک افتاد. البته این حکم مانند دستوری بود که به ابراهیم خلیل داده شد تا فرزندش را قربانی کند و نیز با کشته شدن آن پسر بچه به دست خضر مشابهت دارد. پس این امور دارای رمز و رازی است که فهم آن از حوزه فهماو و عقلهای عادی خارج است. مأخذ حکایت فوق، فردوس، حکمت و 4 مقاله عروضی است. در کتاب اخیر با تفصیل بیشتری این نوع معالجه را به ابو علی سینا نسبت دادند. طبق این روایت او یکی از خویشان قابوس و شمگیر را که به مرز عشق گرفتار آمده بود درمان کرد. سید اسماعیل جرجانی سالهای 531-535 نیز در کتاب خود ذخیره خوارزمشاهی در بیان معالجه عشق چنین گفته است: کسی که عشق و نام معشوق پنهان دارد بر این طریق بتواند دانست که معشوق او کیست و این چنان باشد که طبیب انگشت بر نبض او دارد و بفرماید تا ناگاه نام کسانی که گمان برند که عشق او بر آن است یاد کنند و صفت هر یکی می کنند و احوال هر یکی می گویند، چند بار بیازمایند تا از تغییر نبض او نزدیک به شنیدن نام و صفت آن کس معلوم گردد که معشوق او کیست و چه نام دارد. برخی از شارحان این حکایت را تعبیرات مفصل عجیبی کردند که خلاصه آن به زبان ساده این است: پادشاه رمز روح است، طبیبان مغرور رمز عقل و جزء یا مشایخ ظاهری است و کنیزک رمز نفس حیوانی و غریزی یا سالک مبتدی است و زرگر رمز دنیاست و آن طبیب روحانی رمز عقل کل یا مرشد حقیقی است. روح شاه به نفس کنیزک عشق می‌ورزد تا او را صافی کند و به مرتبه نفس مطمئنه برساند، زیرا با صفای نفس معرفت روحانی و درجه کمال حاصل آید. اما نفس کنیزک طبعا عاشق دنیا یعنی زرگر است و میل ندارد که جهان ظاهر و محسوس را با جهان باطن و نامحسوس معاوضه کند. ابتدا عقل جزئی طبیبان مغرور میخواهد تعلیقات شهوانی نفس یعنی کنیزک را معالجه کند، ولی حال او وخیمتر شود و تعلقش به دنیا یعنی زرگر افزونتر گردد. روح یعنی شاه خاضعانه به درگاه الهی روی می آورد. خداوند عقل کل طبیب روحانی را مأموریت می دهد که با نشان دادن حقیقت فنا و زوال دنیا میل آن از نفس کنیزک برکنده گردد و نهایتا نفس حیوانی به سوی شاه روح باز گردد و به مقام نفس مطمئنه دیگر می شود. این بود خلاصه تعبیل شارحان پیرامون این حکایت. همانطور که ملاحظه می شود این گونه تعبیلات بر اساسی نیست با مشی و مشرب و طرز بیان مولانا در نمی سازد. بعضی از حکایت مذکور را با ماجرای شمس و مولانا انطباق دادند که البته این تعبیل از تعبیل اول تکلیف بارتر از آب در آمده است و باز خدا می داند. اما آنچه که از معنی بیت حاصل می آید این است که مولانا خواسته است بگوید که آدمی در شکارگاه دنیا در پی صید مطلوب ها و مرادهای خود است، غافل از این که هر نوش دنیا به نیشه و هر کام دنیا به هرمن در آمیخته است و چون آدمی به بلای گرفتار می آید ابتدا چشم بر اسباب و ابواب طبیعی می دوزد و می پندارد که با فراهم آوردن آنها نجات و رهایی قطعی است، در حالی که چنین نیست بلکه عکس آن است. همگان بر این باورند که حقیقت باطنی انسان را شناختند و می توانند دغدغه‌های روحی او را برطرف کنند، اما هر نسخه‌ای که برای نجات بشر می نویسند نه تنها حال او را بهبود نبخشد و غمات حالش بیفزاید. چون آدمی از علتها و اسباب و شخصان نومید می شود رو به تضرع و نیایش می آورد و در این حال اگر قبلش صادقانه بشکند و
انعکاس قلب پیش آید، دعایش به اجابت رسد و حاجتش روا گردد. مولانا ضمن این حکایت عشق را از تعریف خارج می داند و زبان را از بیان آن ناقص می شمارد و می گوید که عشق مجازی عاقبت ما را به عشق حقیقی راهبری می کند، چون عشق صورت ساز است. آدمی یک چند با صورت نرد عشق می بازد، اما وقتی که آن صورت به زوال رفت، عشق آدمی بدان صورت نیز به محاق می رود. زیرا کسی است که از معشوق صورتی و رنگین فارغ شود و به معشوق حی و پایدار عشق ورزد. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقل حال ماست ای دوستان، این حکایه را گوش کنید که حقیقتا احوال درونی ما آدمیان در این حکایت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.